سال 2008 2010 راستی که سال 2010 سال ایجاد 2010 سال یک پلیگون شد که تو حاضر در تاجیکستان خیلی پلیگون شدگی نیست. پلیگون 2010 میگن ایران همه میدونن. ممکن که کسایی که در خشونهای خشکگرد بدن و فکر کنم که خشونهای خشکگرد همه بده که بعد ای من نمیدونم 11 دولت روی دنیا ای خیتوی ای مسکو ای تمامی ای 11 دولت دنیا مهمان قبول کردن در دشتای مسچو. بعد پلیگون 2010 شد. پلیگونش که مقصد که همین اورا بود همه ای چند گنده خمید اورا میکنی همین پلیگون دا میسنجن همه چی. بعد دو تا ورتالیوت مورا ای دولت روس توفا کردن دو ورتالیوت. بعد من یاد شد یاد شهو بلوگی و دام. تو پیش ورتالیوت دا سلفی کردی. اون وقتا سلفی نبود بوار که یک تلفن سامسونگ داشتم چی داشتم نیخلی صورت بگیرتی. راستی که همین تلفن کردی در وقت مثلا نسون اریکسون داشتم تلفن. انا که انا ورتالیوت توفا کردم وقتی که ما دیم بودیم بعد میرفتیم کم کم هم نگاه بینشون میکردیم هم کم کم توضیح میکردیم. همه سال 2010 سالش در دو ماست. زنده باشی. خیلی اوش دا پیش ورتالیوت ایش. جرا کاپتیورکا میگم خیلی کسی خدمت کرده کاپتیورکا یوم باش کاردا سادات چیک سروش بیدیو نمیشه. یک کوشش داشتم راستی که مختار کوشتونی بدخشان قهرمان جان گفتن یک هم خدمت داشتم به نهایت سگرای شوستریا که چاقون بود هم کور هم میکردم صورت بسیار هم میگیریم. جای اگه سالدا دای بولد فایده کرده دویده گره شلوکور مونده چه؟ باید خیلی ایمنه هم شلوکر مونده یو صورت گرفته اکم. با این خیلی صورت ها بسیار بود که در اینجا چکم شکن و همین هر اکم جایی که 5 بچه شید 6 بچه شید اینجا هم شوخی های هم جنگ های هم بچه ها اینجا زوپارکی خمونه این زوپارکی خمونه یک کار میکنی اینجا؟ نه که من حیوانا رو بینیم هر دوست میدونم دوستیگم حیوانا رو دوست میدونم رفتم که شیر بچه های خیلی خوش رو تو یا زنکر بودن حالا زنکر ممکن که تماشا کنه اپا چخلی نازش نمرات تا دور ما زنگ میزنم اپا بعد در اومدم نمراشو گرفتم این شیرو خط صورت گرفتم گفتم ولی یکم سیمکا میگیری گفت مایل اینا سیمکا دن نمیو دریو تو ایود منابرای تایو شیرو کالون نشده باشن مسکوا کرم من از این قابل جان سعید خان دوست عزیزی ما هم به حیث نوازنده هم به حیث آوازخوان خوبه خیلی من بنده دوست مراد شریفوف خانمای زیبا زین نورابانو پلودوا انا این روزی که فیضلی دوست عزیز اینجا دوست مراد جان خود در اونجا مسکو دا بوی داشتی ولی خیلی سودی یا پادشگاه حبیب کدی بوی داشتی وقتی که صورت بگیرم کو بس که خیلی میشه خودت نمیخوای که دست میخزه آخه اگر خودت نمیخوای یا وقتی دیگه باشه داشتم دست دانوش تیلو کرده بود و هر وقتی که یک صورتگیر میشه دست که خیلی میکرده چی میخوام بگم من با خدا من نمیخوام میکردم خیلی شده ما داری انا جوره های جانی ما این یکی از خیلی میگفتم شادروان گروه شادروان دیگه ما البته شد فخردین باگایوف دوست عزیزم و کامل جان بردیوف برادر قدردانی ما خیلی من خدم دوست مراد شریفوف سال 2006 سال در کاخ جامی کنسرت بود راستی گفت 2006 سال سنت الله میرزایف بوجمان سعدی اسماعیلوف رئیس گروه بود انا راستی گفت این سال 2006 انا سال 2019 20 به 2020 انا 2020 وقتی ما 14 سال پس 14 سال پس اب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست اینجا یک جای بدیم کو نه ما اینجا راستی که همین خونه کو من نیستم کدام راستی که نیستی انا این بچه‌ای میریم هفتم بودن یک تا حافظامون اومدن قطعی همین برادر عزیز ما میریم هفتم صورت گرفتن یکی بریم هفتم نردید ما مش دیگه ما بودم حسن شیله بود حسن شیله بودن بابای میرگان دیگه آقای دانشمند تو خود هستی گفتم ما میریم اینجا بعد گفتن که میریم هفتم بعد گفت که خیلی تو در افغانستان بین حیات مخلصات بسیار یک بار افغانستان بودم تشکر اکا همه ایو روزی بک فیضلی نصرالله سنگلی میرزایوف دوران اسدالله
یکی شازده دوران آره ایش دوران آره دوران اسدالله فرخ سید کم یوردان کنه نمی‌گفتم کنی خود میشناسی نشناسم کم تر اگر که آیا دیدم نمی‌روخی بهادر غفوری دوستی بهترین انا ایشا میتونیم شناس کنیم تو اینا نمیشه خود دیشا نمیشناسی نه یکی ما مونانده بچه‌ها این زور کردن اینا این فیلم یکم گرفتیم 2010 سال سیامکا شدگی برای خدمت مادر وطن آواره عشق این دخترک که رول خانمی مرا بازی میکرد رول عروسی مرا بازی میکرد این دخترک انا یکی ایش با فکرم سیم کینویی که برنامه گرفتگیم جورایی تو آخرام این دخترک هم خانمی مرا بازی تو آخر خاطر جورایی کردی نه اون دیگری به جورایی ما این که عروسم بود که آخرام در جورامش خیلی میشم کنم خالیش با همراه صدرالدین نجمیدین سال 2001 دانشگاه ایجاد دانشگاه دولت صنعت توجیه انا 2015 برنامه چی بود در خاطرم هست سال 2015 بر یکم برنامه چی شد در رادیو نه نه برنامه باشی کو خینو شامی دوشنبه شامی دوشنبه در پیش چی آمفی‌تئاتر اینا که 2001 و 14 سالی جان هم در یک دانشگاه خوندگیم هم اگه ما کلام خوندگان ما دو استاد بشم ما کلام در اینستیتوت بودم درستی گپ همون سال انا با یک گپ دیگه رو با شما میگم وقتش ما در قشاق بودم صدرالدین نجمیدین میگفتن شما میگم بیا ما مرده کرد در کاستوی مگنیتوفون بود در تماشا کاستوی مگنیتوفون طرف قشاق ما میرفت دیگه نه صورت داشت نه چند بالاش داشت برای چند از بود که صدرالدین نجمیدین بعد درستی گپ ایبان بعد دانشجو شدم اونجا یک کورس میومدم بعد همه هنرمندا یا طرف اینترست نیست که باید ببینیم پیش هنرمند داریم پیش هنرمند همه هنرمندا رو میبینیم بعد صدرالدین عرض در اینستیتوت میبینیم عرض سلام علیک میایم من اون وقتا دانشجو هم کم بود و دیگری ما دیدم استودیم بعد یه روز تو دیدم میریم صدرالدین نجمیدین نگاه میبرویا هم بعد چیل صدای بارون نه برو وارده مود همون رو دیگه صدرالدین نجمیدین با گفت اوه ما خیلی یه مرده که کلمه دیگه چه بیا دوستی عزیز با امید چختی یک تا کراوکه امیده ما همراه میشیم کم کم خطی یکم شد دیم شد سیم شد چور بیا Jumbo وای مزنگیر دستم اکم در رسیه های باید منش بستم لیکی روزم ندادی کردی دیل و جگر من اسمس روی همه خستم وای خوابم همیشه این باورم روی نفس کرارم اول بگیری تو یکن من دیگری کرارم بگیری اکدم و من یا ای رسیه اپایی گسم بیما یتیمش رسیه زنگیر نبودم زنگیرش کرده در پرابلم ها زنگیرش کرده زنگیر نبودم زنگیرم کرده در پرابلم ها زنگیرم کرده Yo! برای خالی کفابون و چندن سبکرش بگیرن نگذی تا و چیلدن ای بابادی توی من یک جای باشه مردمون نشود کی بعدی توی یک هفته پس رسیه نمیشه پرونده کن سربرم باشمشه آچه به این صبحسته بیسته در روزی میشه بوده شیر از خودی توی میدانی که ای خطای دیگه ارزانش نکن بچم دیوانه میشه زنگیر نبودم زنگیرم کردی در پرابلم ها زنجیرم کردم زنگیر نبودم زنگیرش کرده در پرابلم ها زنجیرش کردم
پلیگان شمافته مهمانی برنامه شینوبین آفرین آفرین دوست مراد اینک میگذاریم به یک قسمی بازی ها رو همه نمود بازی رو دوست میدارم. آفرین شما هنرمند هستید که شما میخزید از ما چیزی که در اینجا هست میگم شما اجرا کردن اتیود کنم من فهمیدم شما این آزر نصرالدین میخونه نصرالدین گفتن میگیره تو بازی کردن میگیری در جای چی هستی خب رفتیم دوست صحنه دوست مراد با دزدی میرود در را میگشاید خانه تاریک با صبح کردن میگذرد ناگاه با چیز پیش پا خورده میافتد و با کافتن ویکلوچاتل میرود ویکلوچاتل را یافت خواست سویت را درگیراند وقت درگیراند یافت خواست سویت را درگیراند هنگامی دستش را بردن او را سویت میزند با دردی درونی داد میزند از این حالت سگی در خانه بوده خبردار شده به سویش میدود هف هف کنان هف دوست مراد میگریزد میگریزد از نزدش ولسپد میبراید با او شیشته میگریزد سگ باز از عقیبش میسراند آقای ولسپد میکفد یک طرف دید که موتورسیکل ایستاده و موتورسیکل میشینه سگ دریابش کرده پویش را میخواید حالا سیده موتورسیکل را های کرده گزه میجیخه آوریا سرش در سویت بار میزنه بهوش میشوه از جای میخیزه که در برنامه شینوبین خوابش برده خوابش برده میخیزد و میگوید چیزی گوید هم که موزیک فورا نوخت که من خوم بوده آفرین برافو من پشتی دارم تو شیشتایی در خانه بیرون تو بیابانی دنم جانانم یک بوسه ندادی به منی دیوانم باز آمدنی مرا خدا میدانم من پشتی دارم تو شیشتایی در خانه بیرون تو برآمدی دنم جانانم یک بوسه ندادی به منی دیوانم باز آمدنی مرا خدا میداند دوست مراد آمده به قرار آمده در برنامه شینوبین قرار آمده در برنامه شینوبین قرار آمده شور آمده تاجیک بچه‌ایم از گل جدا میگرده وقتش شب دشتی کربلا میگردیم ما پیش خدا عجب گناهی کردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم تاجیک بچه‌ایم از گل جدا میگردیم وقتش شب دشتی کربلا میگردیم ما پیش خدا عجب گناهی کردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم خب دوست مراد آمده به قرار آمده در برنامه شینوبین
بقرار آمده در برنامه شینوین بقرار آمده مشهد تو بچه‌ایم از گل جدا میگردیم زرگشته بردشتی کربلا میگردیم ما پیش خدا عجب گناه کردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم تاجی بچه‌ایم از گل جدا میگردیم بردشته بردشتی کربلا میگردیم ما پیش خدا عجب گناه کردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم از یارکی خود زنده جدا میگردیم خب 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 دوست مراد آمده به قرار آمده در برنامه شینوین به قرار آمده در برنامه شینوین به قرار آمده مراد آمده به مراد آمده به قرار آمده اسم می بروا کشیشتای نمی روا دوستمراد عزیز بسیار تشکر که دعوت ما را قبول کردی اومدی. بسیار تشکر که ما در برنامه تو اومده بودیم. خب خاطری ما را شاد کردی. باور که یک ساعت کشیدیم صحبت کرده شدیم هیچ از صحبت سیر نمیشیم. گپای ناگفته ها زیاد است لیکن وقت کم میکند لیکن با یک برنامه دو برنامه که طول خلاص نمیشی ما با برنامه کو هم برنامه داشت همین که خواستی خودت اومده سر کنی ما با خودمون اساسا میدونیم زنده باشید. یک برای بیننده عزیزت برای تماشابین عزیز برای مردم تاجیکستان یگان گفتنی داری؟ البته گفتنی زیاد دارم برای مردم تاجیک برای ملت تاجیک. همه وقت در حرمت همدیگر باشیم در خدمت همدیگر باشیم دست همدیگر را بگیریم. اون بزرگا میگن کو دوست آن باشد که گیرد دست دوست در نشه بود در کتل و در سپوسک. همه وقت دست همدیگر را بگیریم قدر همدیگر را بدونید. ای همه دا آدم بولای قدر آدم بولای همه وقت همدیگر را پدر و مادرتون را یاد کنین خدمت پدر و مادرتون را باشین. همه وقت پدر و مادرتون رضا باشه بدونین که شما از دنیا راضی میرین. سربلند باشید. با چه که گفتیم میگه که هر کی ما رو یاد کرد ما مقل داریم کم کم رو یاد میکنیم. به خاطر پیشروی تاجیکستان عزیز به خاطر گل شکوفای تاجیکستان عزیز البته آفرین. در آخر یک سرود میخونیم برنامه را حسن انجام میبخشیم. رفتیم برای وطن میسراییم برای وطن میسراییم. ایا تاجیکستانی آزاد من امید دل و خاطری شاد من چو فرزند تو حاضرم بر دفاع به حفظ تو جان را نمایم فدا به حفظ تو جان را نمایم فدا وطن باعث افتخارم تویی وطن منبع اعتبارم تویی وطن دار و بود وجودم تویی وطن قبلگاه سجودم تویی وطن قبلگاه سجودم تویی منم وارثی رستمی داستان چو با سیرم زاوری پهلوان چو سرباز تیمور ملیکی جوان نیابد ز من دشمنی تو امان نیابد ز من دشمنی تو امان وطن باعث افتخارم تویی وطن منبع اعتبارم تویی وطن دار و بود وجودم تویی وطن قبلگاه سجودم تویی وطن قبلگاه سجودم تویی. زنده باشید. تاجیکستان ما پیش برنامه شنوین رو شما تماشا کردید. خیر در کانال ما ابونه شوید. شنوین
نشین و بین